یک روز، یک شیر قدرتمند در جنگل خوابیده بود. موش کوچکی که از کنارش می‌دوید به طور تصادفی پا روی پنجه او گذاشت. شیر با قروش بلند از خواب بیدار شد و موش را با چنگال‌های بزرگش گرفت. موش هراسان التماس کرد: اوه پادشاه جنگل، لطفاً مرا ببخش. قول می‌دهم روزی محبت‌هایت را جبران کنم. شیر خندید و گفت: تو موجود کوچکی که به من کمک می‌کنی. چقدر خنده‌دار است. اما او به موش رحم کرد و او را رها کرد. چند روز بعد شکارچیان شیر را با طناب محکمی به دام انداختند. او تلاش کرد تا خود را آزاد کند اما نتوانست. در همین لحظه موش کوچولو صدای گریه‌های او را شنید و به کمک شتافت. او با دندان‌های تیز خود طناب‌ها را می‌جوید. شیر آزاد شد و با تعجب به موش نگاه کرد. او متوجه شد که هیچ عمل مهربانی هرگز هدر نمی‌رود. از آن روز به بعد شیر و موش دوستان بزرگی شدند.